سلام، یک بار دیگه بعد از مدت‌ها برگشتیم در خدمت شما این با یک وارشتاک دیگه، این بار بعد از یک پیروزی که توسط داماش به دست سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش و صحبت‌ها رو شروع کنیم دیگه. قبل از اینکه حالا بخوایم صحبت‌ها رو شروع بکنیم، تو این چند هفته گذشته میدونی که به هر حال من مشغله‌های زیادی داشتم، تو هم به هر حال توی کارت مشغول بودی. الانم اول صبحیم دوباره. آره، یه عذرخواهی که جا داره بکنیم از مخاطبامون و این که سعی می‌کنیم از بعد از سال جدید شمسی دوباره به روال سابق برگردیم. این مدت رو به هر حال شما از ما ببخشید و افراد جدیدی هم که دارن این برنامه رو می‌بینن، این یک گفتگوی تخصصی در مورد تیم فوتبال داماش گیلانه و اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدیدمون رو ببینید و همین. یکم سابسکرایبر همین چند وقت خود زیاد سابسکرایبر سه نگرفتیم اول صبح. آره خسته. این سابسکرایبر هم یه خورده زیادتر هم شده تو این چند روز اخیر. به لطف شما خیلی ممنون. آره. علی، حالا با توجه به اینکه ما چند هفته نبودیم صحبت خب خیلی زیاده، ولی از اونجایی که میخوایم برنامه کوتاه باشه اگر موافق باشید صحبت‌های خیلی قدیمی رو اصلا کلا بهشون نپردازیم. حالا دوستان توی گروه‌های مختلف صحبت کردن در این مورد. خیلی قدیمی اصلا در مورد چی؟ در مورد مالکیت، در مالکیتی هست، بحث نمیدونم پنجره هست، داداش ساده فلان. اون دیگه گذشته، ما حرفامون رو در موردشون زدیم. واقعا الان دیگه جا نداره، ولی به هر حال مشکل حل شده فعلا تا حدی. فعلا وضعیت استیبل تا ببینیم کی دوباره نو استیبل میشه. ولی در خصوص دو تا بازی قبلیمون، یکی دریای بابل، دوم شهرداری آسا. حالا اول دریای بابل می‌خوایم صحبت کنیم، بعد برسیم به بازی شهرداری آسا رو، بعدش هم که میرسیم به بازی بعدیمون که حالا در مورد اونم صحبت می‌کنیم. در مورد دریای بابل آره. فقط یک کلمه ساده میشه، بازی که اصلا نباید می‌باختیم تحت هیچ شرایطی و بازی انجام دادیم که هیچکس انتظار نداشت. یعنی خب هوادارا رفته بودن، یکی از بازیایی بود که حالا امید داشتیم ازش حداقل امتیاز رو بگیریم یا اینکه حالا یکم بهتر بازی کنیم. ببینیم با توجه به اینکه بازیکنان دیگه قراردادشون ثبت شده بود، با نفرات جدیدتر رفته بودیم، تیممون بروزتر شده بود، ولی خب حیف شد واقعا. ببین یه دقایقی از بازی حملاتی داشتیم ولی حتی بخوایم رو راستر باشیم نتیجه میتونست بدتر هم بشه و خیلی شاید یکی از بدترین بازی‌های فصل داماش بود. علی، ما جوری که مقابل دریا بازی کردیم، حالا در ادامه اومدیم مقابل شهرداری آسا هم به نظرم همون جوری بازی کردیم اتفاقا. یعنی یک بازی انتحاری پر ریسک که حالا توی بازی با شهرداری آسا جواب داد، توی بازی با دریا جواب نداد. شاید من فکر میکنم که شاید علی نظر محمدی فکر میکرد که دریا تیمی نیست که مثلا نیاز باشه که مقابلش تدافعی بازی کنه، فکر میکرد شاید خیلی راحت بتونه ببره که اینطور نشد. من فکر میکنم که ریسک کرد. نظر تو در این مورد چیه؟ به نظر منم مثلا با وضعیتی که ما داریم توی حداقل بازی‌های خارج از خونه باید یکم محتاط‌تر بازی کنیم. آره. و چشم به بیشتر به ضد حمله داشته باشه. حالا نه اینکه لزوما فقط بشینیم دفاع اتوبوسی بکنیم، من اصلا با این موافق نیستم، ولی هر چی که بود تاکتیکی که احتمال اون بازی داشتیم اشتباه بود که باعث اون بازی شد، باعث اون نتیجه شد. البته خب گل اولشون حالا نمیگم لزوما اشتباه دفاعی بود، یه خطا بود. خب یه بازیکن خیلی خوب داشتن، یه کاشتر رو زد، ولی خب اشتباه اصلی سر گل دوم انجام داد که دیگه اصلا همه چی لازم پاشید دفاع وار رفت سر گل، سایه زنی کرد، معمولا دیگه راحت گل زدن. بدتر هم میتونست بشه حتی. و برای به نظر من باید توی خارج از خونه یکم محتاط‌تر باشیم، یکم زیرک‌تر بازی کنیم. لزوما همیشه همه جا تمام انرژی تو بذاری شدید حمله کنی اونا نتیجه نمیده. بعضی وقتا باید زیرکانه بازی حالا توی همین بازی شهرداری آستاران رخ داد دیگه، ما مثلا 2-0 جلو بودیم توی حالا بازی که برای خود آستاران به هر حال مهم بود، بازی به نوعی 6 امتیازی بود. بعد 2-0 جلو بودیم، دقیقه چند نیمه دوم بود، اواخرش بود تقریبا، دیدیم که مثلا یه مهاجم رو خارج کرد، بعد زاید تبار اومد تو
می‌خواست اختلافو بیشتر کنه. آره ولی حالا من موافق این قضیه نبودم، یعنی حسی که من اون لحظه داشتم گفتم وای الان ما یه دونه اگر گل بخوریم دومیت می‌خوریم، یعنی همچین حسی داشتم. آخه ببین گزینه‌های خیلی زیادی هم مثلا روی نیمکت فکر نکنم داشتیم برای اینکه تعویض دفاعی تر انجام بدیم و ممکن بود حالا کسایی رو بیاریم که مثلا آره. بعضیا میگن اون خوب بازی نمیکنه، آره اون دیگه هر بازی میاد ما امتیاز از دست میدیم، هر بازی میاد ما میبازیم. اگه میخواست اون نفرات رو بیاره داخل بعد الان ما داشتیم گفت چرا فلان آورد داخل، آره. یه بازی 2-2 میشد بیا درستش. آره خودش آره گزینه شاید از اون لحاظ به لحاظ تعویض دفاعی خورد حالا دستش خالی بود، ولی به هر حال اون چیزی بود که انتخاب کرد. به نظرم آره باید ما وقتی جلو هستیم حداقل دیگه، حالا 2 تا اختلاف هم که داشتیم دیگه قشنگ میشد به فکر حفظ نتیجه بود. اون تاکتیکی که داشت حالا شانس آوردیم. البته به نظرت مقابل شاهین هم حالا میگم باز حالا صحبت‌ها خیلی پیوسته شدن البته. آره. حالا دوباره جدا راجع به صحبت می‌کنم، ولی مقابل شاهین هم به نظر همینجوری بازی می‌کنیم. به نظر من باید یکم باهوش‌تر بازی کنیم. یکم اول به فکر این باشیم که جای خودمون حفظ کنیم، دروازه خودمون حفظ کنیم. ما الان مثلا با شاهین که یه خورده حالا اوضاعش بهتر شده مساوی هم بکنیم اشکال نداره. من قرارتون میگم بازی خارج از خونه هست، آره ضد حمله‌ای بازی کنیم شاید ببریم، ولی اول به نظرم به فکر حفظ دروازه خودمون. شاهین هم الان وضعیتش بهتر شده، اونم میخواد ما رو ببره طبیعتاً. در اصل ما میتونیم از ته کشیده بالا، اصلا دیگه اون تیم خلیج فارس ماشر که یه بازنده مطلق نیست، داره الان یه تیم بهتر شده و به نظرم باید حواسمون بیشتر به دروازه خودمون باشه و بعدش که توپ دستمون اومد دیگه حالا در مورد بازی با شاهین بیشتر حتما صحبت میکنیم. فقط خدمت عزیزانی که تا اینجا برنامه رو دیدن بگم که بازم ممنون میشیم اگر لایک کنید، بعد از انتهای ویدیو هم برامون کامنت بذارید و اینکه تو این برنامه هم مثل هر برنامه دیگه کارت شارژهایی رو در نظر گرفتیم که برای اولین بینندگامون که بتونن رایتل دوست داری چی دوست داری؟ من بر نمیدارم که الان میری رایتل میذاری همه کامنت بد برات میذاره. خب برای این برنامه چیز میذاریم، همراه اول میذاریم، هیچکس تنها نیست. آره بتونن استفاده کنن. در مورد بازی با شهرداری آستارا، اگر تنها بازی این فصل که ما قشنگ بازی رو دیکته کردیم به حریف و بردیم. آره واقعا خیلی قبل این کلا 2 تا برد داشتیم، تا لحظه آخر داشتیم میسوختیم ببرین لا مثلا گل نخوریم. ما یه چالشی که اینجا توی دفتر داریم اینه که مثلا خب گزارش بازی رو در لحظه به روز میکنیم، تیتر رو عوض میکنیم. تو بازی قبلی بارها شده مثلا بازی برده رو باختیم، نمیدونم مساوی رو نمیدونم باختیم، برده رو نمیدونم مساوی کردیم و تیترمون عوض میشد، متن گزارش بازیمون تغییر میکردیم. بازی خیالم راحت بود، قشنگ اولین بازی این فصل بود که خیالم خیلی جمع بود، تیم واقعا داماشگونه بازی کرد. آره مثلا تو عزودی از اون تیمی که به کسی رحم نمیکرد، تو عزودی همون اول بازی به گل رسیدیم. اون گل در اول بازی خیلی مهمه، شاید یعنی اگه اونقدر زود نمیزدیم معلوم نیست بازی به کدوم سمت میرفت. و حسین ابراهیمی پاس گل داد، داریوش بخت گل زد توی اولین بازی خونگی که بودن و الان نشون داده تو ثبت شدن مهرهای جدید اومدنشون چقدر تاثیرگذار. دقیقاً جفتشون. حسین ابراهیمی خیلی خوب بازی کرد، داریوش بخت هم بازیکن خوبی نشون میده، سابقه خوبی داره به نظر. حالا اگه بخواد همین فرمش رو حفظ کنه که خیلی خوب میشه. و کلا تو خط دفاعی خیلی خوب بودیم. خط دفاعی ترکیب حسین خیری و سعید دلاور خیلی از توپا رو برگشت دادن. معمولا سعید دلاور تقریبا همه هدا رو میزنه، یه هدم زد گل شد و ابراهیم زاده گلرمون اونم توپای خوبی رو گرفت. تنها جایی که تو این بازی خورد اینطوری دلم لرزید اون میگم آره هم دفاع چپ آره توی مثلا دقیقه مثلا 70 80 اینطوری مثلا اونا دفاعمون اونطوری قرص و محکم نبود، ولی باز خوب برگردوندن. آره و نه نتیجه‌ای که خوب بود کاملا. نه و عملکرد کلی دفاعمون خوب بود. عملکرد کلی دروازه‌بان اون خوب بود به نظرم. شاید اولین بازی که بودن مقابل دریای بابل، حالا برای اولین بار تیم شد مچ نبود، برای اولین بار حالا مثلا با همین نفرات وارد شده بودن، هنوز مچ نبودن، هنوز تو شرایط بازی تو این تیم قرار نداشته، ولی الان دیگه قشنگ معلومه جا افتادن و اگه به همین شکل بخوام بازی کنن میتونیم به ادامه فصل امیدوارتر باشیم. متاسفانه با اینکه برای بقا، من دوست ندارم کلمه بگم داماش در حد این نیست که ما بگیم بمونه، ولی خب وضعیت اینه
و ما 7 تا بازی خونگی داریم در ادامه، 5 تا خارج از خونه. عملکرد مأموریت غیر ممکنی نیست، بستگی داره که چقدر بازیکن‌ها کارو جدی بگیرن دیگه. و اگه همیشه بخواد مثل بازی با شهرداری آستارا بازی کنن وضع اون بهتر میشه، قطعا بهتر میشه. ببین در مورد بازی شهرداری آستارا یه چیزی که من خیلی ازش لذت بردم، مثلا تو بعضی از بازیکن‌ها، مثلا سعید طالبی، نمیدونم حسین ابراهیمی، خیلی از بازیکن‌ها اصلا اون با جون و دل بازی کردن رو می‌دیدی توشون. این چیزی بود که ما خیلی اوقات نمی‌دیدیم، یعنی یا حس نمی‌کردیم حداقل. این برام خیلی ملموس بود. من اتفاقا تو دفتر که داشتم بازی رو پخش می‌کردم به بچه‌ها با شوخی گفتم نگاه کنید باز اینجا سعید طالبی داره سرشو میشکونه، بس اینجا سعید طالبی یک دو موقعیت خوب داشت. یکی شما اصلا خیلی حس خوبی بود. حالا نمیدونم چی بود، من احساس میکنم باخت مقابل بابل بهشون برخورد. بعد دیدی که حالا بعدش هم همشون استوری مشترک گذاشتن، عذرخواهی از هوادار و اینا. خیلی کار خوبی هم بود، حالا هرچند که نمادین بود ولی کار خیلی خوبی بود. ما از شما تشکر میکنیم و میگم که حالا مهم که یه بازی رو بردیم، خب مهم اینه فرمو حفظ کنیم و به نظر من شدنی. حالا بعد سال جدید 2 تا بازی پرپی تو خونه داریم، هم با شهر بابک که به نظرم شانس بردمون اونجا خوبه مقابل شهر بابک. حتی ما داشتیم اونجا باشون مساوی می‌کردیم، یه دقیقه آخر یه نفر یه بنده خدای سوتی داد پنالتی شد. بعد تیم بازی که میتونیم ببریم. بعد حالا بعدش با خیبر داریم، خیبر هم که در واقع برای دوستانی که شاید در جریان نباشن بازی عقب افتادنمونه. دقیقاً در روزی که رشت درگیر برف و اینا بود. درست همراهش هم همین رو سید گفتم. ببین اصلا ما امسال با خیبر بازیمون نمیشه. آره. اون که اونطوریش رو 6 دقیقه تموم شد. قدیمی میگفتن دیگه تا 3 نشه بازی نشه، دوبارش نشد. حالا تا کی میخوان در برین از دست. بعد حالا بازی لغو شده میان زیر پیج وارش. بعد حالا بازی لغو شده میان زیر پیج وارش و پیج باشگاه و این چیزا میان دریوری میگن. مثلا ما خیلی دلمون میخواد بازیمون با شما لغو بشه. آخه شما خیبر مگه هوادار داشت که میان دریوری میگن که کجا اومدن؟ یکم اومدیم بالا ورزشگاهتون پر شده فکر می‌کنی خبری. همین چند سال پیش لیگ 2 بودیم، همین تیم همشهریمون شما رو چپ و راست می‌کرد. یکم زیاد ما که دیگه حالا برادر بزرگشیم. حالا داریم اینجا 5 تا خورده بود فکر کنم یه بار. حالا در مورد خیبر که حتما صحبت می‌کنیم، اینجا حسابی در خدمتشون هستیم. اینم میره با هزار جو زور میخوام ببرم بالا، اونم 2 سال دیگه میفته. آره. در مورد بازی قبلی دیگه صحبتی نداری علی؟ بازی عالی بود و خیلی هم خوب قبلی دادی. حالا بابل که هر چقدر اینجا خوب بود اونجا بد بود. من اون روزم بعدش دیگه دیدم خیلی، حالا تا اون گروه داماچیه که هستیم دیگه خیلی بچه‌ها گفتن دیگه این بازی فراموش کن، تموم شد. یه سدی بود که توی مسیر بهش برخورد کردیم، باید مسیر رو ادامه بدیم. یه چاهی بود، یه چاله‌ای بود توش افتاد، اون بازی رو فراموش کنیم بره. به نظرم یک بازی خیلی بد بود، بعدش عبور کنیم. و من میخوام روی قسمت مثبتش تمرکز کنم که با شهرداری آستارا رو بردیم، وضعیت روحی تیم حداقل الان بهتره. به نظرم باید بازی شنبه با شاهین بندرآمری ببینیم میتونن این روند مثبت رو ادامه بدن یا نه. و به نظرم میتونیم از این بازی امتیاز بگیریم. حالا یکم بهتر باشیم شاید بتونیم امتیاز بگیریم. قبل از اینکه کامل برسیم به بازی با شاهین بندرآمری، یه خبری دیشب اومد، حالا ساعت صبحش من دقیق نمیدونم، در واقع خبره درسته، حالا اینکه به این شکل مطرح شده رو نمیدونم. گویا یک اتوبوسی در مسیر ارومیه به تبریز در واقع تصادف کرده، خیلی مصدوم شدن، 1-2 نفر کشته شدن که میگن حالا این اتوبوس حامل هواداران تراکتورسازی هم بوده. حالا فارغ از اینکه به هر حال عزیزان حالا هوادار تراکتور بودن یا نه، به هر حال جا داره که این قضیه هم به بازماندگانشون تسلیت بگیم. به هر حال در مورد بازی با شاهین بندرآمری، تیمی که خلیج فارس بود، اصلا شهر دیگه بود. اولش اصلا خودش هم اولش هم شاهین بندرآمری به نوعی الان همون شاهین قدیمی. شاهین بندرآمری از لیگ 2 اومد لیگ 1 یهو داد به خلیج فارس معاشر، پشیمان شد. نه من دوباره هم شاهین بندرآمری. آره. گفت ما اومدیم بوشهر هم بازی می‌کنیم. ما اومدیم سهمیه کارون رو گرفتیم. کارون سهمیه ما رو گرفت دیگه 2 گفت من دیگه تیم نمیخوام. بعد دوباره سهمیه ما چنین داستانی شد تقریبا. آره. وضعیت تیمشون چطوره؟ داشتی چک می‌کردن دیدم.
بازی قبل فکر کنم مساوی کردن با سایپا. در کل هم که تو نیم فصل نتیجه خیلی خوبی بود دیگه، یعنی تو حساب کن تو زمین سایپا با سایپا حساب کنی. دقایق آخر اون گل مساوی رو زدن و گلشون حالا به پیجای اینا گذاشته بودن، خیلی مشکوک بود. حالا کار مدافع سایپا نمیدونم. البته دیگه هم که وجود داره دقیقاً همینه، مثلا تیم‌های میان جدولی الان واقعا خب انگیزه خاصی ندارن، یعنی نه احتمال سقوط دارن نه احتمال صعود دارن. چون آره تیمایی که بالان قشنگ خودشون رو جدا کردن. البته این شامل ما هم میشه، یعنی خود ما هم طبیعتا مقابل این تیم‌ها شاید بهتر بتونیم بازی کنیم. آره و همونطور که بهت گفتم دیگه، بازی که ما اگه یکم بهتر باشیم میتونیم ازش امتیاز بگیریم. صحبت خاصی واقعا در مورد شاهین بندری نداشت، تیمی که یهو دوباره تاش بشه. علی من میگم باید واقع بین باشیم. خب یعنی بازی به بازی فکر کنیم. همونجوری که تو گفتی مثلا در مورد بازی با بابال قضیه تموم شده بود، باید ازش خارج میشدیم، رسیدیم به بازی آستارا. بازی آستارا هم باید فراموش کنیم دیگه. آره دیگه. خب و حقیقتی که وجود داره اینه که ما با تیم مواجه هستیم که تغییرات زیادی داشته. خود شاهین رو میگم، البته ما هم تغییراتی داشتیم. توی زمین خودش قراره باش بازی کنیم، یک مسافت دوری رو قراره بریم و در شرایط آب و هوای اونجا قراره بازی کنیم. روی کاغذ میشه گفت که همه چیز به ضرر ماست، چون توی جدول هم به هر حال به هم نزدیکیم، اونا میخوان امتیاز بگیرن و بخوایم رو راست باشیم خب احتمال باختمون زیاده. ببین من قلبا دوست دارم اتفاقات فوتبالی رخ بدن، حرکت‌های عجیب و غریب و پیش بینی نشده از تیممون ببینیم، پیروز بشیم، ولی حقیقت اینه که حالا چه به بک‌گراند خودمون نگاه کنیم تو این فصل که نتایج خوبی به صورت خارج از خونه نگرفتیم، چه به فکت‌های موجود نگاه کنیم، خب احتمال باختمون زیاده. و من میخوام که هوادارامون باز هم بازی فکر کنن، فکر نکنن که الان اگر این بازی رو باختیم یا نتونستیم نتیجه بگیریم مثلا خیلی دیگه وضعیتمون خراب میشه. نه، من فکر میکنم این روال رو اگر بتونیم درست طی کنیم ما میتونیم بمونیم. من موافقم. و ببین الان مثلا بازی که با آستارا هم داشتیم تقریبا یکی از تیمایی بود که مستقیما بالا سرمون بود، یعنی یه بازی مستقیم با یه رقیب مستقیم بود. اینم تقریبا همون شکلی. ما حالا کاری با بازیایی که با تیم‌های بالای جدول داریم نداریم، ما باید بر مقابل حریف‌های مستقیممون مخصوصا نتیجه بگیریم. واسه همین از این لحاظ مثلا بازی با بندرآمری خیلی مهمه و اگه بهشون اجازه بدیم برنده بشن و فاصله بگیرن کار واسه خودمون سخت‌تر میشه. اینجور بازی‌ها مخصوصا مهم‌تره. بازی خونگی با تیم‌های میانه جدولی یا تیم‌های بی‌انگیزه که جداست، قشنگ ما این شانس اینی که توش اون 3 امتیاز رو بگیریم و خودمون رو نزدیک‌تر کنیم به بالا بیشتره. ولی حالا چه خارج از خونه و چه داخل با تیمایی که رقیب مستقیمونن بازی 2 برابر مهمتر میشه و به نظر من باید خیلی اصطلاحاً که میگن 6 امتیازی هم خیلی باید این بازی رو دیم. ما الان مثلا میگیم از بازی بابل گذاشتیم ولی اصلا میگم بازی این بود که نباید میباختیم، چه به لحاظ فوتبالی تیمی چه به لحاظ رقیب مستقیم بودن. ما عملا بهشون فرصت دادیم که به اون دوباره نزدیک بشن، در حالی که اگه مثلا بازی رو برنده میشدیم دیگه شاید میگفتیم کار بابل تموم. ولی خب عملا نزدیکشون کردیم با رقیبای مستقیم اون باید خوب بازی کنیم. واقع بین باشی به نظرت نتیجه بازی چی میشه؟ 1-1 احساس میکنم میشه. احتمالش هست. من میگم 1-1 یا 2-1 به سود اونا. اونم احتمالش هست ولی من احساس میکنم 1-1 میشه. مثلا من خودم 50-50 بین قضیه که مثلا 2-1 میوازیم یا 1-1 میشه، چنین چیزی. البته طبق معمول همیشه انتظار البته امیدوارم دروازه‌بانم کلین شیت کنه. انتظار دارم طبق معمول انتظار دارم داماش برنده شه. پیش بینی فوتبالیمون میگم. آره طبیعتا همینجوری. حالا ما گاهی نظرسنجی هم میذاریم توی کانال وارش اسپورت، بعضی دوستان دچار مثلا اشتباه میشن، مثلا یعنی خب کی مثلا زده فلان تیم برنده میشه. آقا پیش بینیه دیگه. چرا پیش بینیه دیگه. حالا اگه بیاد مثلا زیر خبر نتیجه باخت داماش اونجا ایموجی خنده بذاره اونجا باید بگی. آره پیش بینی یه چیز واقع گرایانه است، اصلا ربطی دیگه نداره. هر کسی میتونه هر پیش بینی بکنه. آره خیلی بازی‌ها بوده مستقیما گفتم این بازی رو می‌بازیم خیلی وقت. آره در مورد که بعد بعضی صداشون در اومد یه هیچ وقت نگفتن می‌بازیم. در مورد بازی با آستارا اتفاق خیلی مثبتی هم که افتاد یادمون رفت بهش اشاره کنیم این بود که
جو خیلی مثبتی حاکم بود، چه بین بازیکن‌ها چه بین هوادارهای دو تیم. بله، تیفوسیا بچه‌ها آستارا رو تشویق کردن، آستارایی‌ها داماش رو تشویق کردن، خیلی بال بود قبل بازی. حالا قبل بازی کوریای فوتبالی میدونم بودا قبل بازی داشتم بازیکناشون تشریح می‌کردن، یه لقبایی میدادن قشنگ اینجا نمیشه تو برنامه گفت فلانی فلان خدا این الان داره تشویقش میکنه داره بهش فوش میده ولی در کل دمشون گرم از این راه هم اومدن. حالا اگر میزبانی خوبی هم ازشون نشد همینجا ما به نوبه خودمون عذرخواهی می‌کنیم. جواد عذرخواهی کردی؟ جواد اتفاقا پیام داد تبریک گفت اتفاقا و خیلی متاسف بود برای تیم آستارا و حق هم داره. من اون بازی آستارا رو که رفته بودم گفتم من برداشت میکنم که شرایط جوریه آستارا قراره سقوط کنه، شرایط جوریه. من خودم از سعی دل اصلا دلم نمیخواد آستارا بیفته ولی بس افتادن ماست. آره دیگه نه تو اون شرایط امیدوارم شرایط جور بشه جفتمون بمونیم. ولی آره مثلا چه میدونم خوش طلایی و شاهین بندر آمری و مثلا حالا بابل سقوط کنن. بابل هم واقعا هوادارش خیلی جو خوبی دارن. آره بابل هم خوب بود، خوب استقبال کردن بچه‌ای که رفتن. واقعا دلش میسوزه. ولی میگم قبلا اون موقع خود تیم بود خونه به خونه، اون موقع خیلی اذیت می‌کردن، جو ولی داشتن. الان بچه‌ای خوبیه. من کیا با سقوط کنن دیگه هر کی سقوط کنه داماش سقوط نکنه دیگه. تیمای چی سقوط کنه؟ من الان تو وضعیت سقوط نیستن. تیمای صنعتی مثلا خیلی من باشون مشکل دارم. الان یه تیمی که داره خیلی یک کله میرسن به سقوط شهرراز همیشه داره میاد پایین. شیراز حالا تیم زیاد داره اونم میتونه سقوط کنه خوبه دیگه. الان فکر کنم تمرکز گذاشتن روی فجر و فجر حالا جزو گزینه‌های صعود است امسال. البته یکم خیبر و چادر چی اسمه اینا دارن میان بالا، ولی فجر موضوعش خوبه. نفت مشه سلیمان جزو گزینه‌های صعوده و خیبر برد فکر کنم هفته گذشته. ما گزینه‌های صعود کار نمی‌کنیم، ما فعلا در حد این چیزا نیست. آره فعلا امیدوارم ما بمونیم، بقیه کار نداره. آره anyway که این بود برنامه این هفته. سر و صدای اگر بود که طبق معمول ببخشید اینجا با اینکه سر صبح ساعت الان که خرابه، ساعت الان 3-4 دقیقه مونده به 8. خب سر و صدام کم شروع شد. نه من صحبتی ندارم. با سعی میکنیم که برنامه‌مون از هفته دوم عید حداقل طبق روال پیش بره. هفته اول رو مطمئن نیستم، احتمالاً نشه، اگرم بشه باید همین ساعت رو بریم ضبط کنیم فکر میکنم. ولی مثلا 100% از بازی مثلا بعد از بازی بعدمون که 100% هستیم. امید خدا. بازی عذر میخوام بعدترمون. آبابک. آره ممکنه این مثلا وسط یه هفته هم نباشیم، حالا این احتمال وجود داره. بنابراین آخرین برنامه سال دیگه. آره این که قطعا آره. حالا ما برنامه‌مون رو بر اساس سال فوتبالی پیش میبریم، یعنی صحیح. حالا سال جدید و قدیم زیاد از نظر میلادی شمسی برای ما فرقی نداره. سال فوتبالی که برامون مهمه، تغییراتی که اگر بخوایم به وجود بیاریم بر اساس سال فوتبالیه. سال خوبی بود. ولی آره اولش که یادت اینجا نشسته بودیم داشتیم بازی فولاد نوین رو میدیدیم، تا لحظه آخر استرس داشتیم، یهو تیم صعود کرد، دقایق آخر گل خورده بودیم، بعد زود گذشت. آره بعدش البته تو لیگی که خود سرویس شدیم، ولی حالا امیدوارم که پایان داستان خوب باشه. مهم پایانش. این بود وارشتاک این هفته. تا برنامه بعدی به نوبه خودم ازتون خداحافظی میکنم. من پیش سال نو رو به همه هوادارا تبریک میگم. امیدوارم که سال بعد هممون داماشی‌تر باشیم و هممون خوشحال‌تر باشیم، به امید یه روز بهتر.